یک زمان سه بوزیچه گرسنه بودند. خردترک، کلانک و بزرگ. آنها در یک کنار دریا زندگی میکردند. کنار دیگر دریا سر علف بود. روز خردترک خواست که از پل گذشته علف خورد. تپر توپر دیو بانگ زد. کیست تپر توپر از پول من میگذرد؟ حاضر تو را میخورم. نه مرا نخور، از پسی من برادرم. کلانک میآید. وای کلانتر و فر بهتر است. خیلی خوب پس تو برو گفته. بعد کلانتر از بالای پل میگذرد. تپر توپر دیو بانگ زد. کیست تپر توپر از پل من میگذرد؟ حاضر تو را میخورم. نه مرا نخور، از پسی من برادرم. بزرگ میآید. وای کلانتر و فر بهتر است. خیلی خوب پس تو برو گفته. نهایت بزرگ از بالای پل گذشت. تپر توپر دیو بانگ زد. کیست تپر توپر از پل من میگذرد؟ حاضر تو را میخورم. بزرگ بوزیچه تپ پا زده میگوید برو به نزد من. دیو از زیر پا میبراید. بزرگ بوزیچه او را چنان شاخ میزند که دیو طرف به دریا میافتد. همین طور دیگر دیو به تیبت پیدا نمیشود. خردترک و کلانک و بزرگ بوزیچه هر روز از یک کنار دریا به دیگر کنار دریا گذشته به سری علف میخورند. آنها دیگر گرسنه نمیمانند.